قرنتیان 16 14 همه کارهای شما با محبت باشد. آمین. Do everything in love. اول قرنتیان 16 14 همه کارهای شما باید با محبت باشد. آمین. 1 Corinthians 16:14. Do everything with love. اول قرنتیان 16 14 همه کارهای شما با محبت انجام میشه. آمین. 1 Corinthians 16:14 Do everything in love. بله قرنتیان 16 14 همه کارهای شما با محبت باشد. آمین. 1 Corinthians 16:14. Do everything in love. ولی قرنتیان 16 14 همه کارها شما با محبت باشند. آمین. 1 Corinthians 16:14 Do everything in love. اول قرنتیان 16 14 همه کارهای شما باید با محبت باشد. آمین. همه کارهای شما با محبت باشند. اول قرنتیان 16 14 همه کارهای شما با محبت انجام شود. بندم به ما کمک کن که با محبت تو ما بتونیم همه کارها رو انجام بدیم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ امروز یه کمی هوا گرمه. بچه ها وقتی هوا گرمه شما چی میخورین که خنک شین؟ بستنی، فالوده، به چه چیزایی می نوشین؟ آب میوه، شربت. به من چقدر شربت دوست دارم. خب امروز میخوایم با هم بگیم من هر روز به عیسی مسیح اعتماد میکنم. میتونین با من بگین؟ من هر روز به عیسی مسیح اعتماد میکنم. هورا! آفرین بچه ها. داستان امروز هم راجب زنیه که یه روز خیلی گرم به عیسی مسیح اعتماد کرد. سلام زریبری، سلام خاله مهسا، خوبین؟ سلام خاله پگا، سلام بچه ها. منو خاله مهسا یکم گرممونه. آره خیلی گرمه. یعنی میخوایم با هم یه نوشیدنی درست کنیم مگه نه خاله مهسا؟ بله زریبری، آماده ای؟ بله. خب چیکار کنیم؟ این توت فرنگی میذاریم. بیتی نیستم، میخوایم موز بذاریم. بله. موز خوشمزه. اینم موز. دیگه چی؟ حالا خاله مهسا شما شیر خنک رو برید. من عاشق بچه‌ها شیر بادومم. بابا یه ذرم ریخ روی میز ولی اشکال اشکالی نداره. نداره. خاله مهسا در چه نره ببندی ها. آره فکر کن بدون در بلندر رو روشن میکردیم همه جا کثیف میشه. بگم میپاسید تو بچه ها. حالا روشنش کن. 1 2 3 بچخ صدا به صدا نمیرسه خاله مهسا. بابا داستان امروز هم راجع به یه روز خیلی گرم انگار خاله مهسا. بله زریبری، عیسی مسیح تشنش بود و یکم آب میخواست. بریم با هم داستانو ببینیم؟ بله بریم تا من و خاله مهسا یه نوشیدنی خوشمزه درست کنیم. خاله مهسا جای شما خالی. بزن دکمه رو بزن. میچرخه آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست دوستم میداره، کلام او زنده است به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیا
یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. یه روز داغ تابستونی وقتی مسیح میخواست از شهر سامره رد بشه، تصمیم گرفت کمی استراحت کنه. مسیح زیر آفتاب داغ کنار یک چاه نشست. تشنه بود و منتظر کسی تا پیدا بشه و به اون کمی آب بده. چیزی نگذشت که یک زن سامری برای آب بردن اومد کنار چاه. مسیح از اون آب خواست. زن اونقدر تعجب کرده بود که نمیتونست به مسیح آب بده، چون مسیح یهودی بود و یهودی‌ها با مردم سامره نه حرف میزدن نه کاری باهاشون داشتن. مسیح گفت مشکلی نیست. اگر واقعا بدونی من کیم، این تویی که از من آب میخوای. زن گفت چی؟ تو حتی سطل هم نداری. چجوری میتونی به من آب بدی؟ میخوای تا کمر خم بشی توی چاه و با دستات از چاه آب بیاری بیرون؟ مسیح که فهمید اون زن گیج شده گفت هر کس از این چاه آب بنوشه دوباره تشنه میشه. اما من اومدم تا آب حیات رو با تو شریک بشم که برای همیشه تشنگیت رو برطرف کنه. آب حیات تو همچین هوای گرمی خیلی خوب میشه اگر واقعیت داشته باشه. زن گفت باشه، لطفاً اون آب حیات رو به من بده تا من دیگه تشنه نشم. بعد مسیح چیزی گفت که زن انتظارش رو نداشت. تو فقط دنبال آب نیستی. من میدونم که تو تنها هستی و برای دوستی تشنه. بچه‌ها این زن هرگز در مورد تنهاییش با کسی حرف نزده بود. چطور مسیح همچین چیزی رو میدونست؟ برای زن داستان ما اون شبیه یک مرد باهوش از طرف خدا بود. بنابراین زن تصمیم گرفت که سؤال توی ذهنش رو از مسیح بپرسه. سرورم، عبادتگاه سامری ها روی کوهه. یهودی ها میگن که ما باید داخل یک معبد دعا کنیم. کدومشون جواب درسته؟ مسیح جواب داد درسته. قبلا اینطوری بوده، ولی به زودی مردم خدای پدر رو در روح و راستی میپرستن، همیشه و همه جا. زن گفت من میدونم که مسیحی خیلی زود قراره بیاد. من مطمئنم که وقتی به اینجا برسه همه قانونا رو برای ما توضیح میده. مسیح گفت ای زن، مسیح من هستم. زن نمیتونست چیزی رو که میبینه باور کنه. همون مردی که ازش آب خواسته بود همه چیز رو در موردش میدونست و بهش گفت که اون هر جایی میتونه دعا کنه مسیح بود. اون برای اینکه به همه بگه مسیح رو دیده اونقدر هیجان زده بود که کوزه آبش رو کنار چاه جا گذاشت. به خاطر داستان این زن سامریا از مسیح خواستن که پیششون بمونه. پس مسیح 2 روز بیشتر اونجا موند و خبر خوش انجیل رو با اونها در میون گذاشت. نوش جونت. خاله مهسا خیلی خوشمزه شده. فقط من یه سوالی پیش اومد برام. یهودی‌ها اجازه داشتن با سامریا حرف بزنن؟ نه زری بری، نه بچه‌ها، ولی چون عیسی مسیح همه رو دوست داشت براش مهم نبود. به اون خانم گفت که بهش آب بده. بله، ولی اون خانم یکم گیج شده بود انگار خاله مهسا وقتی عیسی بهش گفت که آب حیاته و هرکی ازش بخوره دیگه تشنه نمیشه. بله زری بری، عیسی مسیح منظورش این بود که اگر میخوایم زندگی پربرکتی داشته باشیم باید هر روزه با اون زندگی کنیم. خاله مهسا واسه همینه که عیسی
مسیح میگه من آب حیاتم، درسته؟ بله به خاطر اینکه ما بدون آب زنده نمیمونیم، همینطور بدون عیسی مسیح هم نمیتونیم حیات داشته باشیم. بچه‌ها آماده اید با هم سرود امروز رو بخونیم؟ من که خیلی آمادم، ولی احساس میکنم خاله مسا یکم هم تشنه شدم، یکی دیگه بذار بخورم. باشه پاشیم بریم سرود رو بخونیم. تصمیم گرفتم در پیش روم، تصمیم گرفتم در پیش روم، تصمیم گرفتم در پیش روم، در پی عیسی هر روزه. با من بگید I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. بچه ها من تصمیم گرفتم دنبال عیسی مسیح برم. شما چی؟ زری بری خاله مسا، شما چه تصمیمی گرفتی؟ پشت بر جهان و رویم بر صلیب، پشت بر جهان و رویم بر صلیب، پشت بر جهان و رویم بر صلیب، در پی عیسی هر روزه. با من بگید The cross before me, the world behind me. Oh yeah. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. بچه ها ما هر روز باید آب بخوریم دوب 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 دوب. و همینطور هر روز به عیسی مسیح احتیاج داریم. فقط باید ایمان داشته باشیم که او در قلب ماست. آماده این آیه امروز رو با هم بگیم؟ پاشین بچه ها پاشین با هم بگیم. یوحنا 14:1 نگران چیزی نباشید، به خدا و به من یعنی عیسی مسیح ایمان آورید. John 14:1 Do not be troubled. Trust God. Trust also in me. کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو بر ما بگی؟ بله خاله. سلام بچه ها. یوحنا 14:1 نگران هیچ چیزی نباشید و به خدا و من یعنی عیسی مسیح ایمان آورید. مسیح بر ما بهترین دوسته و همیشه صدای ما رو میشنوه. بیاین دعا کنیم و از خداوند تشکر کنیم که عیسی مسیح رو به ما هدیه کرد. خدای پدر، مرسی که عیسی مسیح رو به ما هدیه کردی. ما خیلی خوشحالیم که همچنین دوستی داریم. ما میخوایم که عیسی مسیح رو هر روزه، هر جایی که میریم با خودمون ببریم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون نره که عیسی مسیح میتونه بهترین دوست من و شما باشه. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها. بچه ها یادتون نره آیتون رو برای ما بفرستین. یادتون